الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز چگونه وعده دادیم فایده ها در بیان ماه شعبان، در بیان فضیلت ماه شعبان علیه ما صحبت کردیم. امروز هم موضوع دیگری هم در بیان فایده های ماه شعبان هم صحبت میکنیم. این هم فضل کرم الله سبحانه و تعالی است که بر ما این را منت گذاشته است. این موضوع یک از موضوعات مهمی این ماه مبارک است که علاوه این ماه شعبان، امروز روز اولی از ماه شعبان است، داخل شده است. این ماه مبارک، این ماه رحمت، سخن را با بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله اما بعد شروع می‌نمایم. این خلاصه مجموع درباره ماه شعبان است و از الله سبحانه و تعالی می‌خواهیم که این موادی که فایده های ماه شعبان است و همانند این مواد را، منفعت آن را به دیگران، به هر کسی برساند و هر کی در تهیه آن، نشر آن شریک می‌ورزد و یاری می‌دهد، الله سبحانه و تعالی خیر موفقیت را برای او کس نصیب و روزی بگرداند. اولا، شهر شعبان هو اشهر الثامن من شهور الهجریه. ماه شعبان ماه هشتمی از ماه‌های هجری است. ماه شعبان ماه هشتمی از ماه‌های هجری است که این ماه مبارک بین رجب و رمضان قرار گرفته است و این ماه شعبان را به خاطر آن به این نام نهادند که عرب‌ها در آن پراکنده و پهن شدند از برای جستجوی آب و همچنین گفته شده است که برای پراکنده شدن قبیله ها از حجم ها و همچنین باز گفته شده است که زیرا که شعب یعنی بین این دو ماه رجب و ماه رمضان، این شعبان قرار گرفته است. شهر شعبان شهر مبارک، این ماه شعبان یک ماه مبارک است. یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان، این که مردم در غفلت میمانند از این ماه مبارک که این ماه میان رجب و میان رمضان قرار دارد و در این ماه مبارک، این ماه شعبان، بسیار روزه داشتن هم مستحب است. چگونه که از اسامه ابن زید رضی الله عنه روایت است که گفتند گفتم یا رسول الله، ای رسول الله، لم ارک تصوم شهرا من شهور ما تصوم من شعبان. گفتند ای رسول الله، اسامه از رسول الله پرسیدند من ندیدم که تو در یگان ماهی مثل شعبان روزه بداری. و رسول الله در جواب گفتند ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان، این ماه است که مردم میان رجب و رمضان از آن غافل میشوند، این ماه را غافلگیر میکنند. و هو شهر ترفع فیه الاعمال، و این ماه مبارک شعبان ماهی است که در این ماه عملهای بنده به سوی پروردگار رب العالمین برداشته میشود. و گفتند فاحب ان ترفع عملی و انا صائم، و دوست می‌دارم که عمل من برداشته شود در حالی که من روزه‌دار باشم. روایت نسائی و البانی این حدیث را نگفتند. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یصوم من الشعبان تطوعا ما لا یصوم من غیره، و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از ماه شعبان آنقدر روزه نفل، روزه های اختیاری می داشتند که در غیر این ماه ها روزه نمی داشتند. اکثر این وقت ماه شعبان را روزه می داشتند. کما قالت عایشه ام المؤمنین، چگونه که عایشه ام المؤمنین، مادر مؤمنان رضی الله عنها فرمودند که ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل الصيام شهر قط، میگوید من هیچگاه ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه یگان ماه را کامل بگیرد الا رمضان، مگر ماه رمضان را. و ما رأیته فی شهر اکثر منه صیاما فی شعبان، و ندیدم که در یگان ماه از شعبان دیده بیشتر آن ماه را روزه بدارد. روایت نسائی و البانی این حدیث را نیز در صحیح خوب شمردند. و همچنین در دیگر روایت هم آمده است که کان یصوم شعبان کله، که او صلی الله علیه و سلم تمام شعبان را روزه می داشت. کان یصوم شعبان الا قلیلا، بلکه حقیقتا او صلی الله علیه و سلم تمام این ماه شعبان را روزه می داشت مگر کمی از آن را، یعنی که غالبیت این ماه را صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتند. ولم یکن رسول صلی الله علیه و سلم یصوم شهرین متتابعین الا شعبان و رمضان، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو ماه را پی در پی روزه نمی داشتند مگر ماه شعبان و رمضان را. فکان یصوم اکثر شعبان، و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم
بیشتری از این ماه شعبان را روزه می داشتند و یصله به رمضان و با رمضان این ماه را پیوست می کردند. چگونه که سلمه رضی الله عنها بیان کردند: ما رأیت نبی صلی الله علیه و سلم یصوم شهرین متتابعین الا شعبان و رمضان. سلمه میگوید که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدم اینکه هیچ ماهی را پی در پی روزه بدارد بجز ماه شعبان و بجز ماه رمضان. بجز ماه شعبان و ماه رمضان، این دو ماه را رسول الله صلی الله علیه و سلم پی در پی روزه می داشتند. و یغفل الناس عن الصيام شهر شعبان، که بسیاری مردم از روزه داشتن ماه این مبارک ماه شعبان در غفلت، در غافلی میمانند. زیرا که این ماه پس از ماه محرم است و آن ماه رجب است که بیان ماه رجب را ذکر نمودیم و روزه ماه محرم در مجموع در عموم این امر مستحب است بدون اینکه این ماه رجب را ما فضیلت بدهیم. برای هر کدام فضیلت های مخصوصی هست و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این ماه است که مردم بین رجب و رمضان در آن در غفلتند، در غافلی میمانند. در این یک اشاره لطیف است بر اینکه لازم است که زمانهای را که مردم در آن غافلند با اطاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی زنده بگردانیم و بر آنچه که مورد دوست داشته الله سبحانه و تعالی و رضای او قرار میگیرد. از همین خاطر بعضی از سلف نفل خواندن را، نمازهای الهی را نیکو میشماریدند، دوست می‌داشتند. بین مغرب و خفتن را، نماز خواندن را دوست می‌داشتند و میگفتند که این ساعت غفلت است، مردم در این در غفلت هستند. همچنین نماز شب، خاصتا در سیاق شب آخر، که این سیاق شب آخر برتری‌هایی دارد، زیرا بیشتر مردم در این سیاق شب آخر در غفلت هستند. همین است که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده فرمودند که نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش در آخر شب است. پس اگر توانی از جمله آنهای باشی که این شب را، ساعت این شب را به ذکر یاد الله سپری نمایی، پس سپری نما. برای همین ذکر یاد الله سبحانه و تعالی در جاهایی که در آنجا ذکر یاد الله کم است، در آنجا لفظها، سخنان بیهوده زیاد هستند، لغو و بیهوده زیاد است، در آنجا باید انسان زبانش را معطر بسازد به ذکر یاد الله سبحانه و تعالی و این موضوع برای او دوست داشته قرار میگیرد. و همچنین میفرماید که من فوائد العمل وقت الغفله، از فایده های عبادت عمل کردن در هنگام غفلت، غافلی چنین است که اگر مسلمان زمانهایی را که مردم در آن غافل هستند با اطاعت الله سبحانه و تعالی و عمل کردند آنها را، آن مکانها را زنده بدارد. صیام شهر شعبان افضل من صیام اشهر الحرم. حتی گفتند که روزه داشتن ماه شعبان از بهترین روزها بعد از ماه‌های حرام به شمار می رود. حتی از روزه داشتن ماه‌های شعبان هم ماه‌های محرم هم فضلش عظیم است. به خاطر آنه که این ماه شعبان با ماه رمضان با هم دیگر نزدیک همانند هستند. با آنگونه که همین سنت‌های راتبه‌ای که انسان می‌خواند بعد از فرضه ها، پیش از فرضه ها، چون بعد نمازهای فرضی سنت‌های راتبه بهترین نماز نفل به شمار می‌رود بعد نمازهای فرضه. و همچنین روزه پیش از رمضان که ماه شعبان بهترین از روزه ها به شمار می‌رود. و اما قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتند افضل الصیام بعد رمضان شهر المحرم، افضل ترین روزه بعد ماه رمضان این ماه محرم است. فافضل الصلاه بعد الفریضه، و افضل ترین نماز بعد فریضه ها صلات لیل، نماز شب است. هو محمول علی تطوع مطلق. علما گفتن که این برداشته میشد بر نمازهای نافله مطلقه، روزهای مطلقه، چون روزهای مطلقه در روز بهترینش در ماه حرام است، سپس در باقی مونده ماهایی که قرار میگیرند، چون که بهترین نفل مطلق در نماز این قیام شب است و بهترین اینها در نصف شب آخر، چون این روزهای ماه شعبان برای آمادگی بر ماههای رمضان است. بر این می پیوندد، پیوستگی دارد، مانند روزه 6 روز از ماه شعوال بعد رمضان. برای همین گفتن این روزه های ماه شعبان از روزه های نافله های مطلق بهتر است، چون که بهترین نماز بعد از فریضه ها و سنت های راتبه این قیام شب است. انا همین گونه بهترین روزه ها این ماه شعبان است. شعبان شهر رفع الاعمال، میفرمایند که ماه شعبان این ماه بالا برده شدن اعمال به سوی الله سبحانه و تعالی است، الی الله تعالی، چون که در حدیث آمده است هو شهر ترفع فی الاعمال، این ماه است که در این ماه عملهای بندگان به سوی الله عالمیان برداشته می شود. و احب ان یرفع عملی، و من دوست می‌دارم که
عمل من برداشته شد در حالی که من روزدار باشم و انا صائم. رسول الله دوست داشتن که اعمالش با سوی الله برداشته شود در حالی که روزدار باشد، چون این نزدیکتر است با قبول عمل. برداشتن اعمال درجات در نزد پروردگار. پس مسلمانان باید با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم پیروی نمایند و در این ماه را غنیمت شمرده بیشتری از این ماه را روزه بدارند، چون برداشته شدن اعمال و ارزش شدن آنها به الله سبحانه و تعالی به سه نوع قرار میگیرد، چنانکه نصوص شریعت بر این دلالت میکند. و نوع اول فرمودند که رفع الیومی، عملهای بندگان، برداشتن عملهای بندگان سه نوع طریقه قرار میگیرد. نوع اول آن برداشتن هر روزه، روزانه و شبانه، که در هر روز دو بار عمل انسان با سوی الله سبحانه و تعالی بالا برده می شود، یک بار شبانه و یک بار روزانه، چون یک در حدیث آمدگی است. یرفع الیه عمل لیلی، برداشته می شود با سوی او عملهای شب، قبل عمل نهار، پیش از عملهای روزانه عملهای شب با سوی الله برداشته می شود، و عمل نهار قبل عمل لیل، و عملهای روزانه پیش از آن که شب شود با سوی الله برداشته می شود. پس عمل روز در آخر آن و عمل شب در آخر آن برداشته می شود با سوی پروردگار. پس فرشتگان این اعمال را در آخر این شب و آخر این روز با سوی پروردگار بالا میبرند، چون در حدیث آمده است که یتعاقبون فیکم ملائکه باللیل و الملائکه بالنهار، فرشتگان شبانه و فرشتگان روز در میان شما پشت هم نوبت به نوبت می آیند و آنها در نماز بامداد و نماز عصر هم جمع می شوند، یجتمعون فی صلاه الفجر و صلاه العصر. و فرمودند که فمن کان حینئذ فی طاعته، اگر هر کسی که این هنگام در بامداد و در عصر، صبحگاهان و شامگاهان در طاعت الله سبحانه و تعالی باشد، بورک له فی رزقه، در رزق روزیش برکت عطا کرده می شود، و فی عمله، در عمل کار و بارش برکت عطا کرده می شود. هر کسی که در این دو وقت در اطاعت، در نماز، در ذکر الله سبحانه و تعالی باشد، در رزقش و در کارش برکت داده می شود. ولهذا کان الضحاک یبکی آخر النهار، از همین سبب که ضحاک رحمت الله علیه در آخر روز گریه میکرد، در آخر روز گریه میکرد و میگفت لا ادری ما رفع من عملی، نمیدونم از اعمالم، از عمل من امروز چی چیزی برداشته شد، چی چیزی از اعمال من، از عملهای من با سوی پروردگار برداشته شد و چی چیزی از آن قبول گردید. گریه میکرد. این نوع اول است، برداشتن عملها شبانه روزی. اما نوع دوم العرض الاسبوعی، نوع دوم عرضه نمودن هفته‌ایه. هر هفته اعمال بندگان دو بار عرضه کرده میشوند، روز دوشنبه و روز پنجشنبه، چنان که در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است: تعرض الاعمال الناس فی کل جمعه، عرضه کرده میشوند اعمال بندگان در هر جمعه، اعمال مردم در هر جمعه، یعنی هر هفته دو بار عرضه کرده میشوند، یوم الاثنین و یوم الخمیس، روز دوشنبه و روز پنجشنبه. فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بینه و بین اخیه شحناء، پس به هر بنده مؤمن مغفرت داده می شود، آمرزش داده می شود، مگر بنده که بین او و بین برادرش کینه، دشمنی داشته باشد. این نقطه مهم است. فیقال، پس گفته می شود اترکوا هذین حتی یفیئا، این دو رو ترک نمایید، این دو بنده که بین همدیگه کینه و دشمنی دارند، این دو بنده رو ترک کنید تا آنگاه بازگردند، آشتی شوند، آشتی کنند. تا آن دمی که این دو بنده آشتی شوند، اعمال اینها برداشته نمی شود. اگر آشتی شدند سپس برداشته می شود. کان ابراهیم نخعی رحمت الله علیه یبکی الی امرأته، ابراهیم نخعی رحمت الله علیه روزی پنجشنبه به زن خود گریه میکرد، روز پنجشنبه گریه میکرد و همسرش هم به سوی او هم گریه میکردند و میگفت امروز اعمال ما به الله عز و جل عرضه کرده میشود، پیشنهاد کرده میشود. چگونه بندگان الله ترس الله داشتند، چگونه از الله میترسیدند. گاهی هم انسان تعجب میکنه که این بندگان الله چگونه بنده بودند، چگونه الله را عبادت میکردند، چگونه از ترس از الله داشتند. و نوع سوم که اعمال بندگان به سوی الله برداشته میشود، رفع السنوی، برداشتن سالانه، سالی، اعمال تمام یک ساله یک جای در ماه شعبان بالا برده می شود، چگونه که از سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی آید. گفتند که هو شهر ترفع فیه الاعمال، این ماه شعبان ماهی است که عملها به سوی الله سبحانه و تعالی برداشته می شوند الی رب العالمین.
و پس از مرگ تمام عمر برداشته می شود. وقتی که اجل عمر انسان به آخر می رسد، عمل تمام عمر برداشته می شود. در آن حالت وقتی مرگ به سراغ انسان می آید و قبض می شود، اعمال انسان برداشته می شود. پس همه چیز، گناهان، ثوابها، حرکتها، سخنها، نیتها، همه چیز، هر چی که داشتی، هر چی که با خود داشتی، نابسته از این که با خود بود فراموش کردی، در یاد داشتی، تمام اعمال تو برداشته می شود. ولکل عرض حکمتون یعلمها ربنا سبحانه. و برای هر کس پروردگار ما حکمتهای خود رو بر او آشکار میکند. اینجا سخن و حکمت الهی است که الله سبحانه و تعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم به ما رسانیده اند و ما باید آن احکام رو رعایت کنیم و این پیام را گرفته به دیگران هم برسانیم و در این ناقصی و کمبودی هم انجام ندهیم. و می‌فرماید که یستحب للمسلم ازدیاد من طاعات من اوقات رفع الاعمال. برای مسلمان آزاد شده، برای شخص مسلمان که آزاد است، برای اون نیکو است که اعمال خود را، طاعت و عبادت خود را در این وقت‌هایی که به سوی الله اعمال برداشته می شود نیکو نماید. با این اعمالی که به سوی الله سبحانه و تعالی عرضه می گردد، آن اعمال نیک رو بیشتر نماید. اعمال روزانه و شبانه اش را اهمیت بدهد. اعمال شب و روزی که انجام میدی پیش از آنی که به سوی آسمان برداشته شود اهمیت بدهی که چی بر آن برداشته می شود. چون یک در بالا گفتیم، در حدیث آمده است که عملهای بندگان در آخر روز و آخر شب به سوی پروردگار برداشته می شود. فرشتگان اعمال شب را تا آخر روز می نویسند، اعمال روز را تا آخر شب می نویسند. پس هر کی در حالت طاعت و عبادت و پروردگارش باشد، پس در حالت طاعت و اطاعت با پروردگارش بماند. پس این حالت رزق او است که الله برای او عطا کرده است. پس او مسلمان روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرد، چون این عادت او صلی الله علیه و سلم بود. در ماه شعبان بسیار روزه می داشت، شب و روزش را با اعمال صالح آباد می کرد و با واسطه آن اعمال به الله سبحانه و تعالی نزدیک می گشت و محبت و رضای او سبحانه و تعالی را به دست می آورد. ولیتذکر المسلم ان اعماله ترفع الى الله تعالی فی هذا الشهر خیرها و شرها. پس لازم است که مسلمان به یاد بیاورد و بداند که اعمالش در این ماه چه اعمال خوب کرد، چه اعمال بد کرد، به سوی الله سبحانه و تعالی بالا برده می شود. پس باید بینگرد، نگاه کند که چه اعمال به سوی الله سبحانه و تعالی برداشته می شود، چه ثوابی دارد و چه جزای منتظر اوست و بترسد که چه چیز از او پذیرفته شد و چیز از او رد کرده شد. شعبان مقدمه لرمضان. این ماه شعبان یک مقدمه نیکو است برای ماه رمضان. که تمرین علی الصیامه مثلی مانند تمرین و مشق برای ماه رمضان است. چیزهایی که در ماه رمضان برای انسان جایز است انجام دادن آنها در این ماه هم جایز است. از روزه گرفتن، از تلاوت قرآن تا آمادگی برای پیشواز گرفتن این ماه مبارک باید نفس رو تمرین کرد با انجام اطاعت و نزدیک شدن با الله رحمان. برای همین برادران و خواهران گرامی، شتاب کردن با اطاعت در ماه شعبان لازم است. هر مسلمان مرد و مسلمان زن برای ماه رمضان خود را آماده بسازد، با قوت، با فعالیت در ماه رمضان داخل بگردد. سپس شیخ می‌فرماید که یشتکی بعض من صعوبة الصیام و قیام و ختم قرآن فی رمضان. بعضی از مردم دشواری در روزه داشتن، در قیام شب، در تلاوت قرآن در ماه رمضان شکایت می‌کنند. شاید بیشتری از مردم از این شکایت کنند. می‌فرماید سببش این است که برای ماه مبارک رمضان آمادگی ندیده است. چون این نماز و روزه و قیام شب و قرائت قرآن جز ماه رمضان دیگر هیچ وقت انجام نمی‌دهد. پس چگونه داخل ماه رمضان می‌گردی بدون اینکه مشق کرده باشی، آمادگی داشته باشی؟ پس نهایت مقصد تمرین و مشق، آماده سازی خود این ماه شعبان است. اگر نفس انسان با راحت با خواب رفتن عادت کند، برایش قیام زحمت نکشد، زحمت می شود، نماز زحمت می شود، روزه زحمت می شود و همچنین عبادت ها زحمت نکردد. چون که ابوبکر بلخی رحمت الله علیه میگوید که ماه رجب ماه کشت است، ماه شعبان ماه آبیاری کشت است و ماه رمضان ماه درویدن حاصل است. و نیز گفته است که ماه رجب مثل باد است، ماه شعبان مثل ابر است و ماه رمضان مثل باران. پس کسی که در ماه رجب نکشت و در ماه شعبان آب نداد، پس چگونه میتواند در ماه رمضان آن را برداشته کند؟ پس چگونه کسی امیدوار باشد که شیرین ترین طاعت را و عبادت را در این ماه رمضان بچشد، در حالی که قبل از رمضان برای خود توشه آماده نکرده است؟ پس باید پیش از دست رفتن فرصت بشتابیم. یحیی ابن معاذ رحمت الله علیه میگوید که من بر خودم گریه نمی کنم اگر بمیرم،
اما من بر حاجتم گریه میکنم اگر از دستم برود، اگر آن را از دست بدهم. بر نفسم گریه نمیکنم اگر نفسم بمیرد، اما آن حاجت و نیازمندی که دارم اگر این از بین رفت بر آن گریه میکنم. و سلف صالح در این ماه شعبان برای قرائت قرآن وقت خود رو فارغ میکردند و میگفتند که ماه شعبان ماه قاریان قرآن است. کان السلف یتفرغون لقراءة القرآن فی شعبان، سلف صالح مشغول میشدند بر قرائت قرآن در این ماه شعبان. پس از خطاگی هایی که بین مردم پهن شده است این است که بعضی ها زکات خود را تنها در ماه رجب یا که در ماه رمضان میدهند، آن را تا ماه رمضان تأخیر میکنند و گمان میبرند که در ماه رمضان این زکات مالی که تأخیر کرد آن را داد این ثوابش بیشتر است، چون ماه رمضان ثواب و ثمره و افضلیت دارد. اما تأخیر انداختن زکات پس از فرا رسیدن وقت آن هنگامی که نصاب آن پر شده است جایز نیست، زیرا در تأخیر پرداخت زکات مال بر فقیران ظلم میگردد، چون حق آنها را به تأخیر می اندازد و این یک نافرمانی نسبت به پروردگار جهانیان قرار می گیرد. اما عجله کردن زکات پیش از وقتش، پرداخت زکات پیش از وقتش برای برآوردن نیاز فقیران و یاری رساندن آنها این امر جایز و رواست، اشکالی ندارد. پس این ماه شعبان یک فرصت است برای کمک فقیران و مسکینان، صدقه برای آنها، تا اینکه ماه رمضان آماده باشی برای اعمال بیشتری. و کسی که برگردنش قضای چند روز رمضان گذشته باشد بر او واجب و لازم و حتمی است که این ماه شعبان را فرصت استفاده برده قضایی های ماه رمضان گذشته را بدارد. از المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که می‌فرماید کان یکون علی صوم من رمضان، بر من قضای روزه از ماه رمضان باقی می‌ماند، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، و نمی‌توانستم این ماه را قضا بدارم مگر در ماه شعبان. راوی میگه که سبب اینکه عایشه رضی الله عنها بعد رمضان نمیتوانست این ماه را قضا بدارد، این روزه های ماه رمضان را که قضا بود آنها را بعد رمضان بدارد، راوی میگه که سببش مشغول بودن او بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود یا به خدمت او بود. ابن حجر میگه که از این حدیث فهمیده میشود که تأخیر انداختن قضای ماه رمضان تا شعبان این امر جایز است، ولی تأخیر آن تا در آمدن رمضان این امر ناجایز و نارواست، نادرست است. من کان علیه شیء من القضاء قضاء رمضان، اگر هر کسی که چیزی از قضاهای ماه رمضان داشت فلم یقضی حتی دخل علیه رمضان، اگر که داخل شد رمضان و این قضایی را نداشت، اگر یکم عذر مستمر یکم عذر دائمی داشت بین این دو رمضان و قضا داشت از این رمضان تا رمضان دیگر باقی ماند و عذر وی مستمر بود، بر وی هیچ قضایی نیست، اما کفاره میدهد، یک مسکین را طعام میدهد. اگر میان دو رمضان عذر انسان پیوسته ادامه بیابد، مثلا بیمار بود، پس برای همون انسان قضای آن تنها بعد رمضان دوم برایش لازم گردد و بس و برگردن چیزی نیست. و این مانند یک حالتی است که اگر کسی بیمار می شود و بیماریش تا در آمدن رمضان آینده ادامه می‌یابد، در این صورت برای او بنده یگان گناهی نیست، زیرا وی بنده عذر داشت و بر این بنده تنها قضا واجب است، یعنی عددی همان روزایی که خورده بود با سبب بیماریش آن را قضا می‌دارد و بس. اما اگر تأخیر با سبب بی‌عذری باشد، یگان عذر نداشت تأخیر کرد این ماه را، این گونه تأخیر گناه است و علما اتفاق نظر داشتن که بر او قضا واجب است بعد توبه، اما اختلاف کردن که آیا برای او مسکین رو فدیه دادن برایش کفاره لازم است یا لازم نیست. گفته شده است که بر او لازم است که قضا بدارد که قضا لازم است و همچنین کفاره فدیه بدهد. در برابر هر روزی که خورده بود یک مسکین رو طعام دهد. این قول مالک، شافعی، احمد است و از بعضی از صحابگان در این مورد روایت ثابت شده است. و همچنین گفته شده است که تنها او قضا می‌دارد اما طعام دادن مسکین برایش واجب و لازم نیست گفتن. اما قول صحیح چونه گفتیم در بالا طعام می‌دهد همچنین اگر بدون سبب آن رو قضا کرد. ولا يجوز احتفال بلیله نصف من شعبان، و همچنین نقطه دیگر جشن گرفتن به مناسبت شب نصف شعبان این امر جایز و روا است و همچنین مخصوص کردن آن شب با نماز یا که دیگر کارها عملهای دیگری، یا مخصوص کردن روز آن با روزه، یا مخصوص کردن آن با زیارت قبرستان ها، یا که اختصاص دادن این ماه نصف از شعبان با صدقه یا به نام روح مردگان بعضی از مردم، یا که به مانند شب نصف از این شب رو شب عبادت خاص قرار دادن، همه اینها عملهای ناجایز و عبادت شمرده نمی شود، بدعت است. در فضیلت شب نصف شعبان یگان حدیث صحیحی که بر آن تکیه شود وجود ندارد، بلکه همه
حدیث هایی که در این باب وارد شده هستند ضعیفند یا ساخته شده هستند، برخلاف اینکه بعضی از علما اگر اون را صحیح گفته باشند. همچنین حدیث هایی که درباره نماز مخصوصش نصف شب از شعبان آمده باشد همه ضعیف، ساخته و دروغین هستند. یگم حدیث صحیحی در این باره از رسول الله صلی الله علیه و ثابت نشده است، نه از رسول الله نه از صحابگان کرام این اعمال ذکر نشده است. اما کسی که عادت شبها نماز شب میخواند اگر شب نصف شب هم آمد اشکال ندارد نماز بخواند، بر قیام برخیزد بدون اینکه برای این شب یگان فضیلت مخصوص زیادی قرار بدهد، چون تنها این روز نصف شب شعبان رو روزه داشتن یا اینکه این رو شب زنده داری کردن نه از عمل پیامبر است، نه از صحابه است، نه از اعمال بزرگان دین است. اگر انسان عادت داشت شب زنده داری کردن رو این شب آمد اشکال ندارد. اگر انسان عادت داشت روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه می‌دارد این روز آمد اشکال ندارد. پس تمام احادیثی که بر روزه داشتن این نصف شعبان یا که شب زنده داری این ذکر شده است همش ضعیف و ثابت نشده هستند. و همچنین نگفته نمانده که روز نصف شعبان از روزهای ایام البید است، روزهای سفید 13 و 14 و 15 هر ماهی که انسان روزه می‌دارد که روزه داشتن هر مسلمان این روزهای ایام بید را 13 و 14 هر ماه هجری را مستحب است. پس هر کس روز 13 و 14 و 15 روز را اگر روزه داشت سنت را اجرا کرده است بدون اینکه روز 15 این روز را یگان فضیلت خاص قرار بدهد. اما کسی که تنها این همین روز را تنها قرار می‌دهد پس وای عملش نادرست و ناشایسته است، این عمل ممنوع می‌گردد، نادرست ناجایز و ممنوع می‌گردد. و حدیثی که اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، در این مورد حدیثی که از رسول الله آمده است که وقت نصف شعبان رو فرا رسید دیگر روزه نگیرید گفتن صلی الله علیه و سلم. ضعف جمهور علما اکثر علما این رو ضعیف گفته امامان بزرگ عبدالرحمن ابن مهدی، امام احمد، اوزاعی، ابو زرع و رازی و دیگران این حدیث را انکار شده منکر گفتند. پس بر اساس اینکه این حدیث ضعیف است روزه گرفتن بعد از نصف شعبان مکروه نیست مگر اینکه به نزدیکی رمضان یک روز یا دو روز پیش از رمضان رو انسان روزه بدارد، روزهای شک میگویند. پس بر اساس نظر صحیح فقهی و احادیث صحیح منع نصف از شعبان، منع کردن مردم از روزه داشتن نصف دوم شعبان این درست نیست. اما آنچه که نادرست است نصف شعبان را خاص قرار دادن یا که نصف از این ماه را خاص قرار دادن، نصف دوم را خاص قرار دادن در این جایها، یا که یک روز دو روز پیش از این ماه رمضان را آخر ماه شعبان را 30 یا 29 و 30 را خاص قرار دادن، در اینجا میگردد که انسان نادرست کاری میکند. پس کسی که از اول شعبان روزه داشت نصف شعبان هم آمد نصف شعبان هم گذشت اشکال نداره روزه می‌دارد. اینکه تمام این ماه را روزه ندارد این نقطه اول. دوم یک روز دو روز پیش از رمضان روزای شک میگن این رو روزه ندارد و روز 15 را خاص قرار ندهد. و همچنین استثنا میشد کسی که بعد از نصف شعبان روزهای قضایی دارد آنها را حتما می‌دارد اشکال ندارد. در این مورد هم امر واسع است. و همچنین شیخ میفرماید که یحرم تقدم قبل رمضان بتطوع بالصيام یوم او یومین، چون بیان کردیم من شده است که کسی پیش از رمضان یک روز یا که دو روز از آن روزه بدارد الا من کان له عاده، مگر آن کسی که عادت داشت عادت روزه داری داشت و همین روزها افتادن. مثلا تو دوشنبه پنجشنبه روزه می‌داری یا که 13 14 15 روزه می‌داری یا که یک روز روزه می‌داری یک روز می‌خوری همین روز دو غلطید اشکال ندارد. یا که انسان مثلا قضای نظر دارد و روزه بدارد اشکال ندارد. انسان نظر می‌نماید یگان کار رو من فلان کاری من شود من دو روز روزه می‌دارم یا که فلان شب روزه می‌دارم گفته اگر در این روز اونها را اجابت کردن اشکال ندارد. یا قضای ماه گذشته دارد این روزا رو بگیره اشکال ندارد. و حدیثی که پیامبر گفتن لا تقدموا رمضان بصوم یوم و یومین، شما رمضان رو یک روز دو روز پیش از رمضان روزه نداشتن الا رجل کان یصوم صوما، مگر آن مردی که روزه می داشت روزه دائمی داشت روزهای سنتی مستحبی داشت یا که روزه میگیره پس روزه بداره اشکال نداره. برای امر جایز امر در این واسع است روایت بخاری. پس روزه داشتن آخر ماه شعبان سه حالت دارد. روزه داشتن آخر ماه شعبان سه حالت دارد. ان یصومه بنیت رمضانیه احتیاطا لرمضان، روزه را با نیت احتیاط برای ماه رمضان روزه بدارد این ممنوع جایز نیست یک روز پیش رمضان را، چون یک مردم عادت کرده است. این نقطه اول. با نیت نذر یا قضای رمضان یا کفاره و مانند اینها این اکثر علما چون در بالا ذکر کردیم این جایز و رواست. با نیت نفل مطلق یک روزهای عادی اختیاری این یک روز دو روز روزه داشتن گفتن مکروه است مگر اینکه اگر انسان عادت
عبادت همیشگی خود داشته بود، چون یکی بالاتر ذکر نمودین. روزه می داشت، اشکال نداره در این مورد. بارک الله فیکم. والحکمت من نهی من الصيام قبل رمضان بیوم او یومین، میفرماید که حکمت منع کردن روزه یک روز یا دو روز پیش از ماه رمضان این است که بر رمضان چیزی که از آن نیست علاوه نکنیم. بر رمضان چیزی که از ماه رمضان است علاوه نکنیم. یکی از حکمت‌های منع شده آن همین است، تا مانند آن چیزی نشود که در روزه اهل کتاب اتفاق افتاده است، توسط افکار و هوا و هوس خود چیزهایی را وارد کردند و این چنین برای جدا کردن فریضه ماه رمضان از نفل‌ها، چون باید فرض‌ها علاهده و نفل‌ها علاهده است. از این سبب است که پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردند تا که در رمضان ماه رمضان بیشتر روزه ندارد، یا اینکه در آخر رمضان بعضی از روزهای رمضان رو هم نخورد، چون اعمال فریضه از اعمال نفل ده فضلشون عظیم است. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن که نمازهای فریضه هنگام خوانده شد، نمازهای فریضه خوانش بین اینها و بین نماز دیگری فاصله جدایی انداخته شود، چی بر مکان چی بر سخن گفتن. نماز فریضه رو خواندی چیکار میکنی؟ مکان رو تغییر میدهی یا اینکه سخن میگویی پس نماز بعدی رو میخونی. پس روز شک آن روز است که انسان‌ها در آن روز شک مینمایند. روز 30 از ماه شعبان است. اگر بر مردم هوا ابرناک شود و ماه هلال را ماهتاب را نبینند، برای همین این روز را روز شک گفتند که ماهتاب دیده نمی شود، چون بر اصل با ماهتاب دیدن ماهتاب مردم روزه می‌دارند. آیا این آخر از ماه شعبان است؟ آیا این اول ماه رمضان است؟ شک میکنند. برای همین حرام است در این روز داشتن، مگر آن کس که عادت داشت دوشنبه پنجشنبه یا که روزه داوود میگیرد مثلا. این چگونه که حدیث عمار است گفتند که من صام یوم شک، هر کس که روزه شک را روزه بدارد فقط عصى ابوالقاسم، بعد روز که ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و سلم نافرمانی کرده است. روایت بخاری. در ماه شعبان واقعه ها و رویدادهای بزرگ هم رخ دادند. در این ماه بزرگ واقعه ها و رویدادهای بزرگ هم رخ داده است. اولا فرض گردانیدن این ماه مبارک رمضان در سال دوم از هجری و تغییر افتادن قبله از بیت المقدس به بیت الحرام در سال دوم از هجری، بلکه گفته شده است که در ماه رجب و همچنین گفته شده است در ماه جمادی الثانی عقد نکاح پیامبر اساسا با حفصه رضی الله عنها در سال 3 از هجری و غزوه بنی مستلیق در ماه 5 از هجری، غزوه تبوک در سال 9 از هجری گفته شده است در ماه رجب و در ماه رمضان گفته شده است در مدینه که پیامبر برگشتن به مدینه منوره. و سخن دیگری هست که در ماه شعبان رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند. و در آخر در اینجا یک چند مصرع شعر را میآورد، میفرماید که مضى رجب و ما احسنت فیه، رجب گذشت و هیچ نیکوکاری نکردی. مضى رجب و ما احسنت فیه، رجب گذشت و در این هیچ نیکویی نکردی. و هذا الشهر شعبان المبارک، و این ماه شعبان مبارک است که رسیده است. شعبان رسید که این ماه بختیاری شد. فیا من ضیع الاوقات جهلا، پس ای کسانی که این وقت را از روی جهل نادانی گذرانیدی، ای آن که وقت را در غفلت گذرانیدی. بحرمتها افق واحذر بوارک، بیدار شو، با حرمت این ماه بیدار شو، به هوش بیا و بر حذر باش از حسرت خوردن. فسوف یفارق اللذات قصرا، به درستی که مفارقت دور می شود از تو، از شهوت و لذت جدا گردی به مجبوری. یخلی الموت کرها منک داکا، مرگ خالی می کند از تو خانه ات را. تدارک ما استطعت من خطایا، جبران گناهان باش تا توانی، جبران گناهان کن تا توانی. بتوبت مخلص واجعل مدارک، با توبه صادقانه با اخلاص قرار ده راهنمایی را. علی طلب السلامت من جحیم، طلب سلامتی نما از جحیم، از جهنم. همیشه طلب نجات کن از عذاب آتش. فخیر ذوی الجرائم من تدارک، که به بود جنایتکار توبه کننده. و از الله سبحانه و تعالی التماس توفیق داریم که به آنچه که دوست داشته اش است ما را به آن تدبیر کند و ما را با رمضان با سلامت برساند، با ایمان، با اقتدار، با نعمت کامل. و همیشه حمد و سپاس ستایش او سبحانه و تعالی پروردگار عالمیان را میگوییم. از الله سبحانه و تعالی خواهش میکنیم که ما را به آنچه که دوست می‌دارد و به آنچه که راضی می‌گردد توفیق بدهد و ما را با صحت، عافیت و ایمان به ماه رمضان برساند. الحمدلله رب العالمین.